بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي درس عقيدة شرک اکبر را میگیریم. شرک اکبر این شرک است که اجرا نمودن عبادت برای غیر خدا، مثل قربانی کردن برای غیر خدا، اینها را شرک اکبر میگویند. شرک اکبر یعنی شرک کلان نامیده می شود. شرک خرد است، شرک کلان. شرک کلان هم در ربوبیت می شود و هم در الوهیت و هم در نامها و صفت الله سبحانه و تعالی. در ربوبیت مانند انسان، تدبر، خلق، همه این را از غیر خدا داند، این شرک اکبر می شود، زیرا خلق کننده این الله سبحانه و تعالی می باشد. تمام این چیزهایی که خلق شده است، این را الله سبحانه و تعالی خلق کرده است. و این چنین در الوهیت مانند طلب دعا کردن از مرده ها، از سنگ و از درخت ها، از جن ها، اینها همش شرک اکبر داخل می شود. یا که نماز نخواندن و این چنین دعا غیر الله کردن است. و این چنین صفات های الله، نام های خداوند به شرک اکبر می شود. الله در قرآن می گوید: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. ای پیامبر بگو تنها پروردگارم را می پرستم و هیچ کس را به او شریک نمی سازم. این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید: اکبر الکبائر الاشراک بالله. با روایت بخاری، بزرگترین گناه این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی می باشد. یعنی هم در عبادت، هم در سخن، هم در فعل، اگر ما به خداوند چیزی را شریک بیاریم یا اعتقادا باشد، این شرک اکبر می شود. برادران و خواهران، ضرر شرک اکبر کلان است. انسان به سبب اجرا نمودن شرک اکبر در دوزخ ابدی باقی میماند. خداوند میگوید: انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار. سوره مائده. هر کسی که به خداوند شریک قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام میگرداند و جای او دوزخ است. این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: من مات یشرک بالله شیئا دخل النار. هر کی بمیرد در حالی که به خداوند کسی یا چیزی را شریک قرار دهد، به دوزخ داخل خواهد شد. روایت مسلم. برادران و خواهران، آیا عمل صالح با وجود شرک فایده دارد؟ یک انسانی هست که عمل صالح میکند لیکن در او شرک اکبر هم وجود دارد. آیا همین عمل صالحش نزد پروردگار قبول است؟ البته قبول نه. عمل صالح با وجود شرک هیچ فایده ندارد، زیرا الله میگوید: ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. سوره انعام. و اگر به خدا شرک آورند، البته عملهای آنها نابود شده از بین می رود. ببینید، الله خبر داده است که اگر شما عمل صالح کنید لیکن شرک دارید، قبول نیست. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید: من عمل عملا اشرک معی فیه غیری ترکته و شرکه. این حدیث قدسی است. یعنی
حدیث قدسی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که یعنی الله گفته که کسی که عمل را اجرا کند و در آن عمل به من کسی را شریک قرار دهد، من او را و آن عمل مشرکانه او را ترک میکنم. برادران و خواهران، آیا شرک در بین مسلمان ها امروز وجود دارد یا نه؟ البته وجود دارد. افسوس که خیلی بسیار است. مانند بعضی انسان ها یافت می شوند که نماز را انکار میکنند، روزه را انکار میکنند، زکات مال را نمیدهند. کسی که این چیزها را انکار کند، این داخل شرک می شود. کسی که نماز را انکار آن شرک آورده است. الله میگوید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و اکثریت آنها به الله تعالی ایمان نمی آورند مگر اینکه مشرکند. سوره یونس. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین و حتی تعبد الاوثان. قیامت قائم نمی شود تا اینکه طایفه از امت من و مشرکان پیوست شوند و پرستی میکنند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده میگویند که بعضی امت من بت پرست هستند، بعضی امت من انکار میکنند عملها را. پس کسی که انکار کند و به خدا شرک بیارد، این قبول نمی شود و داخل به این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. این بود کمی درباره شرک که اکبر. ان شاء الله تعالی در موضوعهای آینده هر یک موضوعی که میگیریم بیان میکنیم که این از شرک اکبر است یا از شرک اصغر است یا که گناه است یا که مکروه است. ان شاء الله هر یک درس آینده را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.